در تدریس فارماکولوژی با لینی پریا فارما 22 میخوایم 6 نشونه مو که هرگز نباید نادیده گرفته بشه با هم دیگه بررسی کنیم. دو تاشون خیلی واضح هستن. این که در واقع ریزش ناگهانی مو به خاطر تغییرات هورمونی هستش و همچنین سفیدی زودرس مو به خاطر کمبود ویتامین B12 و D. اما برای چارت‌های دیگه چجوری رمزشون تو ذهنمون بمونه؟ ببینید وقتی که شوره سر زیاد میشه یکی از عواملش میتونه کمبود زینک یا همون روی باشه. زینک رو توی نماد شیمیایی به صورت ZN می‌نویسن. اینجوری رمزش رو یاد بگیرید که زنها ZN زن میشه. زنها بیشتر شوره میزنن. این فقط برای اینکه در واقع رمزش رو یاد بگیرید و نمادین هستش. هیچ الزامی نداره که خانم ها بیشتر شوره بزنن، اما میگیم به خاطر کمبود زینک که همون ZN زنها بیشتر شوره میزنن. برای شکستگی مو میتونه به خاطر کمبود پروتئین و امگا 3 باشه. چجوری تو ذهنتون بمونه امگا 3 رو؟ میگید اوه مای گاد، شبیه به امگا هستش در واقع. اوه مای گاد موها شکستن. اوه مای گاد موها شکستن. پس شکستگی مو یکی از دلایلش میتونه کمبود پروتئین و امگا 3 باشه. زمانی که موها خشک و بیجون هستن به خاطر کمبود آبرسانیه. میگیم در بی آبی موها بی حالن یا همون دهیدراته هستن. زمانی که در واقع موها نازک باشه میتونه ناشی از کمبود آهن باشه. میگیم اگه آهن بخوری یه زره آهنین داری که برای موهای قوی لازمه و دیگه موهات نازک نمیشن. پس زره آهنین میتونه جلوگیری کنه از موهای نازک. اینجوری دیگه موها قوی میشن.